همین عالما سال 2000 گفته بودند که سال 2020 ماشین ها میپرند. یه ریاتان سیاه عالما. همین سال اقل سمالیات نپارید کو؟ عالمان معین کردن که پند پای صبح میونه 12 ساعت میخورد. این حال اگر همه خیلی نگاه کرده بروی انسان هم در خانه نشسته در وضعیت کرانتین مثل پند میخورد 12 ساعت. انا برای چی این وضعیت رو پاندمی میگویند؟ مصلحت روز اگر به مهمان پیاله را پر کرده چای دهید وای به پیاله قند انداخته نمیتواند. بعضی از والدین فرزندانشان رو به مثل خودشان تربیه میکنند و با عاقبت بسیار امید میکنند که از فرزندشان یگان انسان خوب میبراید. همین کرونا ویروس هم مثل دین. کسی باور میکند، کسی باور نمیکند، یا کسی دیگر باشد پول کار میکند. این عجایبات عالم ببینید. کودک خیتری بلکلکی که او رو می آورد $200 پاره داده سمت پروازش رو دیگر کرده عاقبت گرجدنین شویتساری شد. همه چیز به شما دور و دراز خدمت میکند. اگر شما برای نوش را خریدن یا تعمیر پول نداشته باشید. اینک اعلان. پدر و مادران عزیز، از فرزندان خود بسیار چیز را امید نکنید، زیرا پدر و مادران شما نیز از شما امیدهای خیلی زیاد داشتند. حاضر جوانا خیلی شکایت میکنند که عشق حقیقی را یافتن خیلی دشوار است. ای بیچاره ها، شما حال جای کار نکافتید. اینک لحظه خطرناک. حملگر با دروازه‌بان یک به یک میبراید. ضربه دیگر، باز ضربه. این خیلی توپ پای ساچن رو دروازه‌بان آنچه باز نخورده بود. من باز یک خبری عجیب. من بقربی در یک اویله ایتالیایی یک کودک به دنیا آمده است. اهل اویله مصلحت کردند و نام کودک را کرانتینو ماندیند. التماس من نکشید. 4 تا بچه‌م های، زنم های، خانم قرض بخریدگی، قرض دادن вообще-то کشتن گرید.